قلب بیمار هست. اولین درمان رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اولین درمانی که قلب شما را درمان میکنه تلاوت القرآن. قرآن تلاوت کنید. این کتاب الله است، کتاب رب العزت و الجلال است. اولین درمان قرآن تلاوت کن. دومین درمان رسول صلی الله علیه و سلم این درمان معرفی کرده، الدموع فی الخلوه. وقتی که در خانه تنها شدی اوجا به خاطر خدا گریه کن، به خاطر پروردگارت گریه کن. چرا؟ میگفته مولانا تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. تا ابر نبارد زمین که سرسبز نمی شود، تا این چشمه ها نبارد رحم پروردگار، لطف پروردگار شاهد حال بنده نمی شود. رسول خدا دعایش است اللهم ارزقنی عینین تبکیان، خدایا دو تا چشم از تو می خواهم که به خاطر تو بگرید. رسول خدا فرمود الدموع فی الخلوه. کسی که در خلوت گریه می کند، این در خلوت گریه کردن دوای دل مریض است. اگر شما دلتان مریض شده، اگر دل من مریض شده، پس بهترین نسخه برای من داده شده. اگر می بیند یک عزیزی که وسواس در وجودش آمده، میخواهد خدا را دشنام بدهد، میخواهد قرآن را دشنام بدهد، میخواهد نماز را دشنام بدهد، این وسوسه می آید. بعضی ها تماس میگیرند که وسوسه در وجود من داخل شده.